سلام به دوستای گلم. امروز اومدم شما رو با تمام متریال ها، ابزارها و هر چیز دیگه‌ای که مربوط به نمد و کره نمدی آشنا کنم. پس با همدیگه بریم این ویدیو رو ببینیم و در کنار همدیگه بتونیم کارهای خیلی پرفکت و خاص و کارآمد رو درست کنیم. پس بزن بریم. خب بریم برای معرفی این ابزارهای مختلف و رنگی رنگی که ببینیم برای چه کاراییه. این نمدهای رنگی رنگی و خوشگلمون همیشه باید کنارمون باشه، چون اصل کار ما استفاده از این نمدهاست. طبق سلیقه‌ای که داریم، طبق کاری که دوست داریم انجام بدیم، میتونیم از این رنگ‌های مختلف استفاده کنیم. من یه تعداد محدود از این رنگ‌ها رو آوردم که ببینید تو همه رنگ‌ها نمد هست و میتونیم تو کارهای مختلفی از اونها استفاده کنیم. ابزار بعدی من قیچیه. ما دو جور قیچی داریم. برای کارهای نمدی بیشتر از این قیچی استفاده میکنن، ولی هر جور راحتی قیچی‌های کوچیک‌تر کارو براتون راحت‌تر میکنن. سنجاق برای فیکس کردن کاراتون خیلی لازمه. نخ قرقره‌ای، نخ کوبلن، هر جور که راحت باشید. مهم اینه که راحت باشید و بتونید اون کاری که دوست دارید رو ارائه بدید. یکی از ابزارهای خیلی مهمه که برای منم خیلی خیلی مهمه، این لاینرها هستن. لاینرهایی که همیشه کنار من بودن و کار من رو انداختن. این لاینرها یه کار تمیز رو بهتون ارائه میدن. ببینید چقدر تمیز و مرتب و اینکه بر اثر شستشو هم از بین نمیره. با استفاده از ماژیک خودکارم میتونید این کار رو انجام بدید، ولی اگه بخواید دوام کارتون بیشتر باشه میتونید از این لاینرها استفاده کنید. کارگاه هم که همیشه هستن، تو ابزارهای ما همیشه باید باشن در کنار ما، چون ممکنه خیلی از کارهای ما رو بتونه این کارگاه ها را بندازه. یه ابزار دیگه که همیشه من ازش استفاده میکنم این ماژیکا هستن. ماژیکای حرارتی که وقتی روی پارچه میکشیم بعد یه مدتی اثرش از بین میره. یه ابزار دیگه من این چسب تفنگیه که همیشه تو کارا ازش استفاده میکنم. یه قیچی دیگه هم دارم، قیچی دالبرزن هستش. برای خیلی از کارا میتونی ازشون استفاده کنی. و چرم‌های اکریلیک، این چرم‌ها توی کارامون خیلی به دردمون میخوره. حالا تو ویدیوهای آینده حتما بهتون آموزششو میذارم براتون. حتما این آموزش‌های کار با چرم رو میذارم. و استفاده از الیاف پشم شیشه و خود الیاف نمدی. وقتی نمدم رو برش میزنم و تیکه تیکه میکنم، از این تیکه هاش میتونم برای پر کردن داخل عروسک یا کار دیگه استفاده کنم. کوسن هایی که تو خونه ها هستن، وقتی از نمدها استفاده میکنیم ممکنه که یه مقدار نمدمون ریشیش بشه، اضافه بیاد، قابل استفاده نباشه. میتونیم از این نمدهایی که قابل استفاده نیست به این صورت استفاده کنیم. قبل همه اینها یه کار خیلی مهم دیگه باید انجام بدیم. الگویی کشی هستش. الگویی کشی از کار مهمه که برای من هم خیلی با ارزشه، چون این الگویی کشی با کمک میکنه کارتون تمیز در بیاد. کارو فیکس میکنید روی نمد و بعد اون میتونید برش تمیزتون رو در بیارید. خب من یه تعدادی از این ابزارها رو بهتون معرفی کردم. تو ویدیوهای بعدی هم ابزارهای بیشتری رو بهتون معرفی میکنم.